به برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بینندگان عزیز. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را برای روز 29 می پیشنهاد شما میکنیم. در اول سرخط موضوعات. کردکشی نورسان در نویه یوون یکی را با زخم‌های زیاد به شعبه احیاگری بیمارخانه برد. دو برابر زیاد شدن اخراج مهاجران از روسیه. امور نوی وزارت کارهای داخلی که 3 ماهه اولی سال جاری را در بر میگیرد. و روسیه موافقت نموده است که در ازبکستان نیروگاهی هسته‌ای می‌سازد. آیا این اقدام مشکل محیط زیست و کمبود برق را حل خواهد کرد؟ سوالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان بی خطر می شود. مقامات یوون حادثه حمله با کرد به یک خواننده مکتب این ناحیه را تحقیق میکنند. روز 25 می خواننده صنف 8 مکتب در ناحیه یوون در جنجال با همسالش 6 ضربه کرد خورده است. در عکسایی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود ضربهای کرد به شکم نورس رسیدند. در پی این حادثه گلشن بوبیزاده مدیر معارف ناحیه را از مقامش برکنار کردند. یک منبع از حکومت نویه یوون روز 29 می در صحبت با رادیو آزادی گفت خواننده که جراحت سخت برداشته است از بخش احیاگری به حجره عمومی بیمارخانه نویه گذرانده شده است. در نواری که دسترسی رادیو آزادی شد دیده می شود گروهی از ساکنان تلاش نجاتی نورسی را دارند که تنش خونالود است. بر پایه خبرها چند سال اخیر کردکشی میان خوانندگان در مکتب‌های تاجیکستان به یک مشکل داغ تبدیل یافته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هر سال در عملیات کرد خوانندگان را بازجویی و از آنها صدها سلاح سرد مصادره می‌کند. مقامات روسیه امسال شهروندی نزدیک 700 نفر را بیکار نموده 10,000 مهاجر دیگر را از این کشور راندند. در میان آنها زادگان تاجیکستان نیز کم نیستند که میگویند به سبب از ورود به روسیه محروم شدند. در تاجیکستان امیدوارند که با گشودن نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید روسیه تامین بود و باش قانونی مهاجران تاجیک در آن کشور آسان‌تر می شود. موضوع را همکارم میرزانبی خالقزاده ادامه می‌دهد. در 3 ماه اول سال جاری از روسیه 22,000 مهاجر را بیرون کردند. شماره اخراج شده ها نسبت به همین دوره سال 2023 قریب 2 برابر زیاد شده است. در این باره تلگرام کانال ویورسک با تکیه به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داده است. وزارت کارهای داخلی گفته است همچنین موردهای اجازت ندادن مهاجران برای ورود به روسیه به مراتب افزایش یافته است. همین طریق از ماه ینور تا اپریل سال جاری حدودی 79,000 شهروند خارجی حق درآمدن به این کشور را پیدا نکردند. آمار مذکور در قیاس به 1 سال پیش 30% زیاد بوده است. بجز این 40% دادن اجازت برای حق اقامت موقتی و 20% اجازت برای زیست دائمی کم شده است. وزارت کارهای داخلی روسیه سبب‌های افزایش میزان اخراج مهاجران را شرح نمی‌دهد. اما حساب‌های این نهاد نشان می‌دهد که حالت‌های قانون ویرانکنی‌های مربوط به تشکیل مهاجرت غیرقانونی نیز 2.5 برابر افزایش یافته است. هفته روان در دومه دولتی درباره ضرورت تشدید سیاست مهاجرت صحبت کردند. قانونگذاران پیشنهاد دارند مهاجرانی که مهلت بود و باششان در روسیه به آخر رسیده است فوراً اخراج کرده شوند. علاوه بر این وکیلان ضرور می‌شمارند در سطح قانونگذاری خریدن هر گونه سلاح در دوام 5 سال بعدی گرفتن شهروندی به مهاجران منع گردد. بعدی حمله به تالار کنسرتی کراکوس صدها مهاجران تاجیک از روسیه اخراج گردیدند و یا به خاک این کشور راه داده نشدند. مقامات روس یکی از راه‌های حل این مشکلات را در آن می‌بینند که شهروندان تاجیکستان قبل از سفرشان به روسیه در وطن تمام رسمیات را انجام بدهند. شروع از تفتیش حجت‌ها تا گذشتن از تشخیص طبی. با این هدف روز 28 می در دوشنبه با حضور وزیر کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید این کشور افتتاح یافت. این مرکز امکان می‌دهد که سبب‌های منع ورود مهاجر قبل از سفر به روسیه مشخص شده ثبت نام بیومتری شهروندان تاجیکستان صورت گیرد و خدماتی که روسیه برای مهاجران فراهم می‌آورد معرفی شود.
سامانه MVD میدیا اطلاع میدهد که به این وسیله نهادهای دولتی روسیه میخواهند هر گونه میانه‌روها در ثبت نام و تامین کار و اقامت مهاجران را برطرف کرده خرج پول و وقت مهاجران را کاهش دهند. نمایندگی روسیه در بنای خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد. در آن شهروندان تاجیکستان که میخواهند برای کار به روسیه بروند امکان خواهند داشت قبل از سفر ایزی انگشتانشان را که اکنون در روسیه حتمی شده است سپرده آگاه شوند که برای ورود به این کشور حق دارند یا نه. برنامه را ادامه می‌دیم. روز گذشته در توشکند پرزیدنتان روسیه و ازبکستان سازشنامه بنیاد کارخانه خرد اتمی را تکمیل کردند. این سازشنامه یکی از موافقه‌های اساسی حاصل شده بین ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف در نخستین سفر دولتی پرزیدنت روسیه به ازبکستان بعد حفظ نوبتی قدرت در انتخابات سال جاری میباشد. این چه کارخانه خواهد بود و تا کجا میتواند مایه نگرانی همسایه‌های ازبکستان از جمله تاجیکستان باشد؟ در این باره گزارشی همکارم خرامان بخوزاده. سفر نخستین ولادیمیر پوتین بعد انتخابات پرزیدنتی روسیه به ازبکستان و آسیای مرکزی است. امضای سازشنامه بنیاد کارخانه خرد اتمی در ازبکستان اولین چنین یک کارخانه در آسیای مرکزی بعد پاشخوری شوروی از نظر میرزیویف دستاورد مهم می باشد. امروز سازشنامه مهمی ساختمان کارخانه خرد اتمی را در ازبکستان امضا میکنیم. ما مدت‌ها شد که شرط‌ها و مسائل فنی این طرح را بررسی داریم. در زمینه آمادگی و سرعت بخشیدن به ساختمان این طرح استراتژی اتفاق نظر وجود دارد. کارخانه نو از 6 реактори هسته‌ای عبارت خواهد شد که توانایی هر یکش 55 مگاوات نیروی برق خواهد بود. شفقت میرامانویچ حالا در بارشون گفتند همکاری در بخش نیروی اتمی صلح‌آمیز هم در مد نظر هست. پروتکلی که امروز به سازشنامه سال 2018 علاوه شد امکان بنیاد نیروگاه اتمی خرد را در ازبکستان بر اساس فناوری‌های زمانوی روسی فراهم می‌کند و این کارخانه تاکید می‌کند به طلبات سخت‌ترین امنیت و حفظ محیط زیست جوابگو خواهد بود. ولی قناعتمندی رهبران را نه همه حامیان محیط زیست طرفداری می‌کنند و سوال این است که تا کجا برای کشورهای همسایه مثل تاجیکستان ساختمان کارخانه اتمی نباید مورد نگرانی باشد. طرح را می‌خواهند در یک قطعه ولایت جیزخ بنیاد کنند که آنجا یک نظام تقسیم شده کلهای با آب شیرین جایگیر است و آن اینچنین با اعلامیه رامسر عاید به حفظ آبهای کل و باتلاق‌ها داخل می شود. آژانسی نیروی اتمی ازبکستان بارها به امن بودن این طرح تأکید کرده است، اما حامیان محیط زیست از پیامدهای این کارخانه با اکوسیستم کلهای محلی نگران هستند. ما سرنوشت چرنوبیل و فوکوشیما را خوب یاد داریم. به علاوه مکان ساختمان کارخانه در نزدیکی سرحد قزاقستان و در کم بیشتر از 200 کیلومتری شهر خوجند، دومین شهری عظیم تاجیکستان جایگیر خواهد بود. عین زمان در تاجیکستان اعتراف می‌کنند که مشکل کمبود نیروی برق و بحران افزاینده انرژی در منطقه آسیای مرکزی در شرایط گسترش اهالی و صنعت راه حل‌های را تقاضا می‌کند. برای تأمین کردن مردم هم ازبکستان و هم آسیای مرکزی با قوه برق در فصل سرما این لایحه مهم است، ولی سوالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان به خطر می شود. چون من میدانم که خیلی روسیه در موضوع ساختمان نیروگاه‌های اتمی تجربه کلان دارد. در ایران این ساخته است، در ترکیه تصمیم گرفته بود که می سازد، در خود روسیه ساخته است، تجربه کلان دارد. ولی آیا اون متخصصانی که در وقتش بودند اونها حالا هستند یا که نیستند؟ حامیان حفظ محیط میگویند مقامات در تاجیکستان به طور آشکار هیچگاه طرفداری یا مخالفت خود را با این طرح بیان نکردند.
گزارش همکارم خیرامان بقازاده را تماشا کردید. در حالی که جمهوری ازبکستان به بنیاد نیروگاه هسته‌ای روی آورده است، در تاجیکستان صحبت‌ها اساساً درباره رشد اقتصادی سبز می‌رود، یعنی تولید نیرو از حساب شعاع آفتاب و باد. اما یکی در کارشناسان تاکید میکنند که خودداری از استفاده انگشت در تاجیکستان به این زودی‌ها دست نخواهد داد. چون و چرای این موضوع در گزارشی همکارم برادی صوفی. سازشنامه پاریژ اوید به محیط زیست که تاجیکستان هم آن را امضا کرده است، تدریجاً دست کشیدن از استفاده مواد سوختی آلوده کننده به مثل انگشت را تقاضا میکند. مقامات تاجیکستان گزارش به اقتصاد سبز را برای بهبود زندگی مردم و محیط زیست مهم ارزیابی میکنند، ولی کارشناسان بر اینند که رسیدن به این هدف برای کشور چندان آسان و هموار نخواهد بود. تاجیکستان سالانه بیشتر از 2 میلیون تن انگشت استخراج میکند که قسمت کمی آن به خارج کشور صادر می شود. کارشریکان بین الملل تاجیکستان را به تولید استفاده انرژی تازه تشویق میکنند. عبدالله اشوروف اقتصاددان تاجیک میگوید تاجیکستان حالا 95% برقش را از نیروگاه‌های برق آبی میگیرد و ظرفیت‌های بیشتری هم دارد. هنوز هم مرکزهای برق و گرمایدهی که با انگشت کار میکنند و یا کارخانه‌های خصوصا سمنت که هستند که با انگشت کار میکنند، ولی در آینده نزدیک تاجیکستان نمیتواند از استفاده انگشت دست کشد، چون که از یک سو اگر با گاز طبیعی گذرد نرخ آن به مراتب گران است و آن هم رو باید از خارجه خریداری کند که این البته باز هم مبلغی بیشتر میطلبد، خصوصا اسعار خارجی، حالا که انگشت سنگ رو از داخل جمهوری کشور دسترس میکند. با گفته اشوروف در تاجیکستان برای وارد کردن پنل‌های آفتابی و تجهیزات تولید نیروی برق از آفتاب و شمال باید امتیاز دهد و نرخ چنین تجهیزات در بازار ارزان شود. برای مردم امکانیت خوب در کاهش دادن منبع‌های دیگر انرژی خواهد بود. برخی از اقتصاددان‌های دیگر بر اینند که تلاش رسیدن به اقتصاد سبز خوب است، اما کمابی اول سال جاری نشان داد که تاجیکستان در سالهای نزدیک نه تنها از استفاده انگشت سنگ دست کشیدن نمی‌تواند، بلکه به استفاده بیشتری آن نیاز پیدا می‌کند. البته به نظر ما که ما فراوان انگشت که داریم، البته استفاده هر روزه نه، استفاده همه ساله نه، در مورد همین کاهش یافتن یا که مسائل روی کار آمدن مسائل نارسایی آب میتونه استفاده بود، یعنی که در اساس انگشت یک نیروی برقی هم باید که سازمان داد که در مورد این حالت ها استفاده برده شود. با نظر میرسعیدوف برای رسیدن به اقتصاد سبز در برابر بنیاد نیروگاه‌های خرد آبی باید راه‌های جدی استفاده از نیروگاه‌های آفتاب و شمالی را پیدا کرد. تاجیکستان با نظرداشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه‌های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند. تاجیکستان سال 2022 استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 را قبول کرد. اجرای این برنامه نزدیک به 22 میلیون سومانی را در نظر دارد. اما تا کجا اون پیشرفت کرده است؟ وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخ کتبیش به آزادی از تدبیرهای مختلف و اینچنین آغاز اساسناکنی چند طرح بنیاد نیروگاه‌های مختلف آفتابی در ولایت سوخت، آغاز ساختمان کارخانه بزرگی تولیدات تجهیزات پنل‌های آفتابی در ناحیه دنغره، استحصال و واردات الکتروبوس و الکترومبیل نام برد. قبلا مسئولان بلوک اقتصادی تاجیکستان هنگام صحبت درباره رشد اقتصادی سبز از بنیاد نیروگاه‌های خرد و بزرگ در کشور توصیف نموده از سازمان‌های مالی دعوت می‌کردند که در این سمت به تاجیکستان سرمایه‌گذاری نمایند. اگر عمر وفا میکرد امروز یکی از کارگردان‌های معروف سینمای تاجیک بختیار خدای نظرов 59 ساله میشد. مؤلف پدر مهتابی پس از بیماری سنگین در 49 سالگی در شفاخانه شریته برلین درگذشت و در آرامگاه تگیل مرکزی آلمان دفن کرده شد. همکاران ما درباره این کارگردان شناخته و زنده‌یابی تاجیک فیلم مستند تهیه کردند که به زودی در سامانه رادیو زودی و دیگر پایگاه‌های اجتماعی ما پیشنهاد شما می شود. در همین جا نشر نوبتی اخباری آزادی به پایان می رسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش‌های بیشتر را می توانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر کی شما باشید.